سوشیال مدیا چیه؟ سوشیال مدیا همون اپ هایی هستش که وقتی که ما یه موبایل جدیدی میخریم یا روی اون هست و شما باید فقط لوگین کنین و ازش استفاده بکنید، یا اینکه بر حسب مورد نیازتون ممکنه خودتون نصب کنید. مثل چی؟ مثل واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، لینکدین، تیک تاک، پینترست و بقیه اپ هایی که شما ممکنه بر حسب مورد نیازتون ازشون استفاده کنید و با خانواده، دوستان و یا غریبه ها میتونید از طریق شبکه های مجازی باشون در ارتباط باشید. خب حالا ما توی این بیزینس از سوشیال مدیا چه استفاده میکنیم؟ استفاده ما توی سوشیال مدیا این هستش که به خاطر اینکه نخواهیم از طریق آفلاین کار کنیم و بریم دونه دونه در همه خونه ها و مغازه ها و هر کسی رو که میبینیم بهشون کارت ویزیت بدیم، میایم این بیزینس مدلی رو که داریم انجام میدیم از طریق فضای مجازی به دیگران اطلاع رسانی میکنیم. مثل این میمونه که من در واقع میام استوری میکنم و محتوا تولید میکنم و میگم ما با یه سری کمپانی های اینترنشنال داریم فعالیت میکنیم که این بیزینس مدل این آیتم ها رو داره که ما هر آیتم ها رو به طور مفصل و جداگونه توی پیجمون در موردش توضیح دادیم، مثل اینکه چند ساعت کار باید انجام بدیم، مثل اینکه چقدر درآمد کسب میکنیم، هر کامیشن چقدر هستش، بازنشستگی داره و تمام آیتم هایی رو که داخل این فضای کاری ما هست رو میایم به دیگران اطلاع رسانی میکنیم. مثل این میمونه که یک کسی سالن ناخن‌کاری داره یا سالن آرایشگری داره و دوست داره به غیر از اون اطرافیان خودش که بهش اطلاع رسانی میکنه بتونه در واقع به دیگران هم توی ابعاد وسیع‌تر اطلاع رسانی بکنه. دقیقاً کار ما هم توی فضای مجازی و سوشیال مدیا همینه. امیدوارم که متوجه این داستان شده باشید.